سلام بچه ها، خوش اومدیم به ویدیوی جدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز دوباره اومدیم با پارت سوم Into the Pit و اینکه چند روز ویدیو نذاشتم به خاطر این بود یکم سرم شلوغ بود و نمیتونستم ویدیو ضبط کنم، ولی دیگه چون چند روز نبودم امروز احتمالاً بازی رو تموم کنیم. 2 شب پشت سر هم میریم و بازی رو تمومش میکنیم. حالا بریم روز سوم باید میگذروندیم دیگه، بریم ببینیم چی میشه. خب اول پیشی رو ناز میکنیم با یه ناز زیبا. سری قبلی اومد دم در. آره فالدد. یه سری اول که سری پیش که دنبالش کردم خوب پیش نرفت. صبح بخیر. یه صبح بخیر گفت آماده ای برای صبحونه. بعد میگه آسفالت میگه که توی مدرسه میخورم، مشکل که نداره. و گفت حتما دوستی هم پیدا کردی. گفت یه پسری هست که به نظر چیزه، دوست دارم ازش دور بمونم. حالا دارن در مورد چی سوال میکنم، اصلا ندارم. بریم اسکول. گوه تو اسکول. اینجا نوشته گوه تو اسکول. ها نه بچه ها، مدرسه خیلی خوبه. دیدی مادر اومد چشماش مادره چشماشو اونوری میکنه، بوسم کرد. اوکی تو زیاد صحبت نکن. نکن مامان نگاه میکنه، این چشماش میسوزه. نگاه. دیرید چه سمیه این. یا امیدوار بودم که منو باور کنی اون چیزی که در مورد بابا میگم. نه پیتزاریا کجاست؟ برو اسکول. اسکول رو بودیمون میکنه. و من مشکلات بزرگتری از تو دارم. بعد شلاق زد ما رو. چه سمی بود شلاق. این چیه؟ گرفت ازش معلم، فرار کرد. ساعت 6 و ربع، ساعت 12 شد. یا خدا. کابوس داره میبینه. گفت مشکل چی هست؟ گفت هیچی، فقط نمیتونم دقت کنم به حرفاتون. گفت میخوای برو یکم راه برو، شاید حالت بهتر شد. توی چیزم دفترم من یه کتاب جا گذاشتم، برو اونو بیار. دفتر مدیر باید بریم. بیرون کلاس چی کار بکنی؟ دنبال کتاب میگردم. بعد گفت نه نمیگردی، تو به من کمک میکنی که چیزامون. مگه کارگرتم؟ عجبا به ما دستور میده. اوکی. کیف بچه ها رو بگرد، شاید یه چی پیدا کنه. یه چی اینجا بود، نمیدونم چی بود. بدو امروز باید سری کارا رو انجام بدیم حد امکان که سری بازی رو تمومش کنیم،
چون نمیخوام دیگه بیشتر از این منتظر بمونه کسی، بازی زودتر تموم شه. این چیه؟ شلاقه است؟ اوکی، در مورد باباش چه دیگه گفت بابام همش می اومده اینجا. تازه اونو دید میگه شلاقه رم برده. بابام همش می اومده اینجا، ولی فکر نکنم این بابا جدیده بیاد برای این چیزای مدرسه. راستم میگه قاعدتا این بابا جدیده نمیاد. گفت دیر کردی، گفت یکم نیاز به استراحت زیادی داشتم، فردا میبینمتون بلا بلا بلا. بعد یه چیزی توی اون قسمت قبلی اون شلاقیه، یا خدا چه صدایی میاد. شلاقیه میگم، این ترقیه گفت بیا لایبرری من اونجا منتظرتم. گفت یه چی بیار که با هم عوض کنیم. صدای گریه چرا میومد؟ لایبرری روز سوم بریم یه چک کنیم. نیست. گفت هر روز اینجا ما حالا مهم نیست. بریم خونه. از اینجا نمیشه رفت بیرون. اوکی. شاید با این بشه. شانسی زدم خدا رو شکر. این بالا که سری قبل فرار کردیم هم قفل کرده. شانس آوردم الکی نرفتم تا اونجا. Go to the ball page. اوکی دوباره باید بریم توی چاله. چه کاری. ولی بچه میدونیم من حس میکنم اینا همه توهم آسفالته. من حس میکنم هنوز ما تو اون بالپیته ایم، هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاده. چون میدونید اصلا هیچ وقت نرفته به گذشته، یا اگرم رفته به گذشته همونجا که اون اول ویلیام بهش گفت بیا رفته مثلا داخل چیز، اونجا کشتتش ویلیام احتمالا. نمیدونم، حالا خدا میدونه. صدا پا میاد پشت داره. هر کی که هست. کی داره زنگ میزنه؟ سر قبلی هم می صدای میومد. اوی ویلیامه. میگه یه راهی پیدا کن برای رفتن با آرکید. خب بریم اول اینجا رو من یه چک بزنم. چی؟ صدا زنگی کجاست؟ اینه؟ آره. فونگایه. برو فعلا حوصله تو یکی رو ندارم. درد سرای بزرگتر از تو دارم من اینجا. ما باید بریم آرکید. حالا از کجا باید بریم؟ مشکل اینجاست. اینو برو بالا. در قفله. یه راه دیگه. وای اومد دیدتم. بودو بازش کن. بودو وای خدا باورم نمیشه این جلوم بود من رفتم داخل. چجوری ندید؟ باگ های بازی هشتگ باگ.
اه؟ اینجا چی کار میکرد؟ یه چیز دیگه ای هم اینجاست. اوکی. آقا یه لحظه من اینونتوریم این چیزهایی که جدید اومد. آها خب اوکی. عکس خانوادگیشونه. اوکی اینا مهم نیست البته فکر کنم. اوکی بدش کن بیا بیرون. صدا پا میاد. چیکا دلغک بازیت نگیره. چیکا بیا برو. وای دوباره این بازیش گرفت. نکن بیا برو. ببین اینجا راه خروجه. برو بیرون. میتونی از اینجا خارج چی. وای چیکا بیا برو. عجب گیری افتادیم ها. چجوری بریم آرکید؟ من مشکلم اینجاست. نمیدونم چجوری بریم آرکید. وای صدا پای دوم دارم. بله قطعا در بسته است. نه برگرد. این چی میگه اینجا؟ میشه بدش اون برش. ایول در کلید به آرکیده. وای صدا این داشت میرفت بالا. این که آرکید نیست خدایا. وای بیا بیرون. وای چیکار دلغک. جا اومدم. نه برگرد. کلید اینجا کجا میشه؟ آره اینجا آرکیده. چیکا من نخور چیکا. خیلی خوب. ای وای بانی. وای بدو. اوه یه جوری ربیت رو باید بیاریمش بیرون. گفت ای کاش یه چیزی بیشتر ازش میدونستم. بکنم اون کتابی که اون دختره داد بهمون اینجا به درد بخوره. آره اینجا ندادم. گفت اینجا نوشته سعی نکنید که مثلا با گیتارش بنوازین. فکر کنم با گیتارش که بنوازی میاد بالا سرت. خب بعد این ما باید الان یه همچین کاری کنیم. گیتارش کجاست؟ مشکل من اینجاست الان. کجاست؟ چیکار دلغک. نه ایول دگودندی. فکر کنم بدبخت شدیم. کجاییم؟ تو رو خدا. آها خب خدا رو شکر اومده از اینجا همون ربیتو بگیریم. اوکی برو اون طرف. فکر کنم این پشت چیز بود. این نور بنداز. آتری
نه خاموشش کن، اینجا نیاز نیست. چقدر صداش زیاده، چقدر اینجا صداش زیاده. آی باید بریم توی آشغالا، همون دمیله فکر کنم. باید بریم دمیل. بدبختی. الان یه بار دوباره برگردیم اونجا. چه کاری؟ بازی هم با ما مسخرش، بازی هم مسخرش رو در آورد. وای وای ببین این بگیرتت هیچی، خب اصلا هیچ ترس چیزی نداره. اینی که یهو از وسط ناکجاوات ظاهر میشه ترسش بیشتره. بریم با جف صحبت کنیم، شاید جف داشته باشه از اون. جف کجایی؟ جف چرت داشت میزد یادمه. جف هی جف اوکی میگه یه چیز گیتار قدیمی نداری؟ میگه شاید تو میگه هرچی من پیدا کردم انداختم تو آشغالا همون. بچه تو گذشته که اینجا رو خراب کرده، این چیز جف هم دیگه نیست، یه کنده شده. ایوه جزئیات. بریم دمیل. آره این آشش اینه فکر کنم. ای وای این کیه؟ این پسره که بولیمون داشت میکرد. بهمون گفت پاسپورت را کن، چون تو آشغالا داشتیم میگشتیم میخواد بره به مدرسه بگه. غلط کردی بزن تو صورتش. تو خودت اصلا اینجا چی کار میکنی؟ خودت هم را کنی. من موضوع بیشتر از این دارم. بچه‌ها ببخشید من میبینید قلوب هی دارم چطور میکنم، گلوم درد میکنه. یکم آب آوردم کنارم گذاشتم، این قلوب میخورم که بتونم برای شما صحبت کنم و اینه صدام یهو میگیره. لا لا لا. بچه ها راستی اینجا که میبینیم من چیزی رو وای همین پشت گرفتمون، نگرفتمون فرار کردیم. اینو چی کار داریم؟ باتری پیدا کردیم به طور شانسی. وای پشت دره. قشنگ معلوم بود پشت اون پرده بود. راستی این چیز توی اونجا راهنماهاش نوشته بود که چیکا نوشته بود که چیکا نوشته بود چیکا فقط سر صدا میکنه ببینتمون، یعنی دنبالمون نمی. اوی بودو کاتسینه. اوکی بعد چیکا وای چیکا فقط سر صدا میکنه. الان نمیدونم بانی چی کار میکنه، یعنی وای این چه سمی بود مگه؟ نرفت بیرون، بزنش. گرفتم گود اندی. ایوه تو رو خودت خراب نشد، نرو از اول جون من. ایوه بچه ها توجه کردی؟ ویلیام برو چراغ روشن میکنه برای من. خب رفت رو کاتسین. میگم
چیز ویلیام همونجا بود. من که آهنگ زدم تازه رفت تو اتاق. منطقیه. این بانی رو الان نمیدونم قراره چی کار کنه با همون. و اینکه اینجا من اسپیس رو زدم. یه اسپیس رو زدم ولی آره مثل اینکه اوکی میگه ونتو فالو میکنیم. اومد از اینجا در اومد. حالا باید چیپو بریم اینو خاموشش کن. بریم چیپو نجات بدیم. حالا چیپ همون رفیقمون زرده مثل اینکه تو آرکید بود دیگه اینجا. بله چه بال میخوره تو گردش. نه گناه داره ولش کن. آزادش کن. بیا بریم چیپ بالا شو چیپ. اوکی این شبم تموم شد. دونه وای بابامون بود. ای وای بچه آهنگ رو دیدین؟ آهنگ چیز قدیمی بود. فردی هم اومد. دونه دارن اضافه میشن. لامصبا نامردا. صدای دادی که شنید میگه احتمالا بابام بود. بعد زودتر پیداش کن. اوکی خب بچه دیگه اینو پارت رو تموم نمی کنیم. بریم سری. اینی که من پیشی رو ناز میکنم یه پای ثابت ویدیو هست. یه عادت کنید چون من خوشم اومده از پیشی. روزه فکر کنم الان دیگه در باز باشه. در رو سری قبلی قفل کرده بود. دیگه البته صبح. عکس خانوادگی بدو. اوکی بریم مدرسه. نه نریم مدرسه. بریم مدرسه. اسکهول. وایسیم ببینیم ما چیزی نداریم بدیم به اون بچه. شاید خوشش بیاد. توپه رو بدیم. Go to class. اوکی بدو یالا بابا. این پسر اومد. این دیروز تو آشغالا ما رو دید دیگه. دنبال چیز بودیم. میگه نگاه کنی آسفالت را کنه. اومد. یه سورپرایز شدم که هنوز داخل آشغالا نمیگردیم. انگار برات اینجا مثل خونه است. میخند. یا خدا توهمی شدیم ماجی. مریض روانی شدیم. اینا رو دیگه دارن دنس. اسممون حداقل درست بگو. اسنوباب چیه؟ میگه انگار میخوای بالا بیاری. این به خاطر اینه که مثلا تو اون آشغالا گشتی و فلان. یه مش زدیم. خدا رو شکر همین زدیش حداقل. چقدر رو مخه. گو تو بال پیت. صبح قراره بریم بال پیت. ایناست که بده. بریم آقا ببینیم این توپا رو بدیم بهش. این توپایی که داشتیم اینا تا اگر باشه الان. چون دیروز رفتیم نبود. هست. آره باشه میریم بال پیت. یه لحظه صبر کن. اوکی یه چیز با ارزش باید بهش بدیم. اوکی میگه اینا خوب نیستن به اندازه کافی برای معامله. آقا من الان چی براش بیارم؟ تو اون گیفتا رو بریم بگردیم. اون گیفتایی که توی بال پیت هست بریم بگردیم. شاید یه چی پیدا کنیم. حالا امیدوارم که یه چی پیدا کنیم. حالا گفت بچه مگه تو نباید الان تو مدرسه باشی؟ گفت امروز رو نمیرم. بعد گفت که اوکی اگه بهم نیاز داشتی میدونی کجا پیدا کنیم. آقا الان وای میگه صدا جیغ اومد. میگه شوخی میکنی؟ چند تا از این بچه ها اینجاست؟
صدا پا دارم بچه، من نمیخوام. یا خدا یا بگیر دیگه، من که در رفتم. میخواستم بگم من که نمیتونم من دست تو در برم، ولی در رفتم. برو بالا. افو بزن. افو زود زدیم بچه ها مثل این که اوکی پیزاریا. نه افو زود زدیم اومد خوردمون. من که جامپ اسکر نشدم اصلا، برام اهمیتی نداشت. بیا منه بخور، میتونی بیا منه بخور. اوکی داره میاد. برو دیگه، تو منو ندیدی. وانمود کن منو ندیدی. چی بود؟ نه چی بود؟ اینو زدم نمیدونم چی بود. اوکی برو عزیزم. بذار مپو ببینم. آها ما سیکیوریتی تا حالا نرفتیم. بیایم از اینجا بریم. وای این رفت دقیقا همون جایی که من میخواستم برم. دگود اندیم، یعنی واقعا دگود اندیم. داره میاد. نمیدونم کی بود داشت میومد، ولی داشت میومد. پشما این چیه؟ مگه من برش نداشتم؟ نه سر قبلی نتونستم برش. آقا این صداه شاید میره بالا. یا خدا بانیه. اوکی پس بانی هم اینجوری دهنه ما رو قراره صاف کنه. من این تلفن داشت زنگ نمیخورد. بابا ساکت شو، تو خاموش شد. ما رو ندیدی مگه؟ نه تو که ما رو ندیدی. دیدی؟ آقا این گیفته رو میگم، شاید الان مثلا امروز توش یه چیزی باشه، شاید مثلا نمیدونم. آقا دیدین؟ دیدیم بچه ها، گفتم بریم ویلیامو بتر کنیم. باز کنیم همین؟ ایوه بریم آقا همون. بعد ترقه بگیریم بدو بیر رو لور کنیم. اون قضیه‌ای که گفتم بعد بریم الان. آقا توجه کردیم وقتی این میاد سرعتمون بیشتر میشه، مثل چیز میدوه. البته ترس دیگه، منم باشم یه همچی ترسی بهم وارد چه میدوام، مثل خر سگ هرچی. آقا همون ترقه است، بذاریم بخونیم الان. اینجا رو بخونیم معلوم میشه. نگاه کنید میایم تو صفحه فردی. دیدین این چشماش حساسه، میگه نور باید بزنیم. این همون باید ترقه بندازیم جلوش، کورش بکنه، بعد میریم بچه رو از اون داخل نجات بدیم. این شبو بریم سریع. امیدوارم یه چیز با ارزش برام آورده باشی. اوکی همون قضیه. این چیه؟ این نمیدونستم که اینجایی، خودم هم نمیخواستم. ای وای بابا، ای وای
نذار منو ببره، این بابام نیست. صدام چه عجیب شد. بابا دوباره الان از کجا دیگه فرار کنم؟ Find the way to escape. ما بیسمنت نرفتیم. خب من فکر میکنم اینو باید ببریم بیسمنت. چقدر سر صدا داره؟ چونه من اینجا نباش. وای به فنا رفتم آجی. اینجا رو میگم، اینجا رو میگم. دوباره عنکبوت ها راحت هم. ویلیام دیگه من فرار کردم. ببین دیگه کار تمومه. من امروز رفتم. من رفتنیم. نه یه این بر اینجا رو میبینی این نورم میندازه اینجا. فکر کنم با اون لدره بشه بریم اینجا. بذاری این اول بره بیرون بهتون نشون میدم. آقا رفت. بذارید من بهتون نشون بدم. نور آقا نور. آها پشت در من دارم اینقدر سر صدا میکنم. دیدید اینجا Go to the ball pit. تموم شد. دیگه روز آخر بود فرار کردیم دیگه. دیگه فکر کنم تموم شد. نه نظرتونه شما؟ نظر من دیگه بازی تمومه. امروز آخرین روزه. بریم آخرین چیزم بریم و این پارتو دیگه نمیزنیم. پارت 3 میزنیم اندی. حالا احتمالا اولش گفتم پارت 3. شما اینجوری باشین که کلا 2 شبو برم. ولی نه شب 5 هم میریم و دیگه تمومش میکنیم بازی رو. یه بازی داره میره رو مخ. آقا این چرا همش پشت این در است؟ اوکی دوباره باید فردی جان عزیز رو بیاریمش بیرون. دوباره همون روش قبلی رو استفاده کنم. بودوام من رو دید جامپ اسکر شدم. چه این گلدن فردیه درسته؟ اومد برو من سوکم نمیدونم داشتم درست انجامش بدم. نخورده بود احتمالاً درستش انجامش دادم. ولی فکر میکنم وقتی تو چشم فردی نگاه میکنه باید نفسمون رو حبس کنیم. رفته بودو رفت تو خودش رفت. آقا کاتسین بود من نبودم. Now, I can't imagine that you'd stay there very late at night, so I guess you don't need to worry about the whole animatronic situation. Blah, blah, blah. If you really بچه اینو نمیدونم میدونید یا نه.
اومده اینجا صدای جیغ میاد. کم 4. آقا کم 4 چی میشه؟ کجا میشه؟ فردی من نخور. حلقه. گفت حلقه بابامه. باید اینو داشتم میگفتم، نمیدونم دیدین یا نه، ولی این یه کمیک فنفه همینجوری مثل عادی سیکیوریتی که اینا هر شب که میگذره یه دونه از اینا غیب میشن. میبینید 5 تا. بعد معلوم میشه که آقا هر شب یکی از اینا میرن تو شکم اون سیکیوریتیه، انقدر میرن اونجا که سیکیوریتیه منفجر میشه فکر کنم. آره یکم دارکه، یکم که نه خیلی دارکه، ولی آره نگین رفتم اسپول شدم، میدونم مرحله رو چجور رد کنم. این بالا نوشته و باید یه جای دیگه سر صدا کنم. بابا این عنکبوته. بچه نیست. بچه کجایی؟ بچه نیست. بچه رو کجا بردی؟ ویلیام بچه رو پس بده. بچه داره میبره کجا؟ کیچنه. بچه رو برد کیچن. بچه رو این برد کیچن. کم 1200. نمیدونم این معنیش چی بشه، ولی در کل میدونم که آره اونجا یه همچین چیز جاییه. یه چی باید پیدا کنیم که فریزر رو بشکنیم. اون چکشه بود تو سر چیز میخورد. دوباره یه گوشی داره زنگ میخوره. اینو میگم. میشه برش داشت. این داشت بخور تو سر چیپ. برش داریم بریم فریزر رو باز کنیم. بچه رو کردی تو فریزر ویلیام؟ یعنی تو اینقدر شعور نداری، اینقدر توجه کردین تو اینجور موقعیت ها ویلیام نمیاد معمولا. میذاره ما کارمون رو انجام بدیم. دمش گرم واقعا، بوس به کلش بزن. ایول شکست. بچه یخ زد. زنده ای؟ الو یخ زد. نه زنده. خوابیدی؟ واقعا تو همین 2 ثانیه که من برم میام. run before what؟ حرفتو کامل کن. یکی باید تو خود تو رو ران بده. دوباره اسکیپ بچه ها. میدونیم اسکیپ هم داداش اونا چی هن؟ توهم هن؟ ایشالله که توهم باشه، مگه نه بچه به این یه هر سری داره بد و بدتر میشه. فردا تمومش میکنم. راست میگه، هر روز داره بد و بدتر میشه. یکی داره بهشون اضافه میشه. الان فردی میخواد دارم چیکار کنه. یا خدا آسفالت بعد روی میزان خون بود. خواب بود. خدا رو شکر. پاش بریم امروز دیگه تمومه. مدرسه هم حتی دیگه نمیره. سطحش بالاست این بچه. مدرسه واسه احمقاست با قول ریک و مورتی رو اگه دیده باشین، ریک همش میگه مدرسه برای احمقاست. تو هم احمق بودی تا الان میرفتی. باشه برو
بابا تو نجات بده. او چقدر صدا جیغ و داد میاد. توهمی شده این بچه. او انقدر توهم زدیم جف پیتزا رو فازبر فرایت دیدیم. فازبر فرایت بود یا فردی فازبر نمیدونم، حالا هرچی که بود مهم نیست. ما باید بریم تو بال پیت. Go to the ball pit. کله کچل. چرا اینقدر تاس می What? Why slow? ایول the good ending بچه ها. تو این همه مدت همین امروز رفته قفلش کرده جف قهرمان. میخواستی ما رو نجات بده یا چی مثلا؟ کجایی جف؟ بچه سیکیوریتی بریم. داری پاسور بازی میکنی جف؟ آها داری کار میکنی، درسته. میگه که باید برم تو اون بالپیته، جاکت هم اونجا جا گذاشتم. خیلی ایده خوبی بود ولی جاکت تنته. نه این نه، یه جاکت دیگه، این بکاپه. اوکی مهم نیست، بده کلیدو بده به من. Go to ball pit. یا خدا بازش کن آقا، برو تو. عجب احمقیه. رسید آجی دنبالمونه. دیدینش؟ نمیدونم کجا باید دنبال بابا بگردم. بابا در رو باز کن. گرفتم یعنی